بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود ادامه میدیم به ادامه فرمز. دیروز بعض فرم المنت ها را کار کردیم که از جمله اینپوت بود. بعد از المنتس، یعنی اینی اینپوت خودش نوشته میکردی و در اینجا المنتس رو مشخص میکردی. المنت چی بود؟ تکست باکس، بتن، المنت مثلا پلیس. به این شکل تکسیریا و مختلف المنت ها در فرم وجود داره. خب کدام چیز شدیدیم؟ تکست باکس شدیدیم که به این شکل دو تکست باکس برای ما با وجود میاره که در این تکست باکس ما متن خدا و معلومات نوشته میکنیم. متن خدا نوشته میکنیم. میشه یوزر نیم باشه، میشه پسورد باشه، هر چیز دیگه. طریق استفادهش چه قسم بود؟ تگ اینپوت باز، بعد از تایپ، بعد از مصاحبه نوعیتش اینجا مشخص میکنی که تکست باشه، بتن باشه، اینجا مثلا چی باشه. متوجه هستی؟ اینی تکست داخل چیه دیگه. و خب این بعضی مثالای دیگه هم کار میکنیم. یک تگ HTML در لنگویج HTML انتخاب میکنیم که سنتکس رو بشناسم. پس تگ پس فایدهش هم هست. همین خوبیش است که نشناسه بیخی رو قبول نمیکنه. سنتکس رو بشناسه. اونجا بازی از اینجا پرفرنسز داره در قسمت ستنگ. اینجا پرفرنس از اینجا تغییر میکنه از استایل کانفیگریشن و رنگایش. خود دیفالتش همین از بگم. یه خیلی که نشناسه رو بیخی نمیگیره. نشناسه رو نمیگیره. فرق میشه که بشناسه. دوباره باز تگ بازی رو بستم. خب یک تگ فرم میگیریم، تگ فرم. دوباره باز تگ فرم رو بستم. خب کدام المنت ها رو خواندیم؟ یک المنت input type چی بود؟ input type مساوی double quotation text بود. double quotation تگ بسته. صحیح نیست؟ اینی یک چیز بود. این اگر سیو کنیم یک بار سفر رفرش میکنم. این صفحه index.html اینجا آمده. صحیح؟ چون این رو زوم کردیم یکم کلام معلوم میشه. این به این بذارست. این حالا میشه که اینجا گفتیم یک متن پیش از پیش شما تایپ کنیم، مثلا یوزر نیم. یوزر نیم. نقطه سیو میکنیم سفر رفرش. اینجا یوزر نیم آمده. اینجا اگر من برای پسوردم یک تکست باکس ضرورت داشته باشم که پسوردها رو باید ذخیره کنم، فقط این رو تبدیل میکنم به پسورد. پسورد سیو میکنیم یا از پسورد باشه. برای از اینکه پایان از این به بیار تایپ میکنیم. صحیح؟ بیار در کجا تایپ میشه؟ این قسمت. این کسایی که وقت داخل فرم اصلا دیگریم باز پایین ایده یوزرنیم چی دکار نیست که ما یاد کدام تگ بسته کنیم نه؟ در کدام قسمت؟ این یوزرنیم پاسورد که نوشته کردی. خب. این باید تگ بسته نکنیم به خاطر خود تگ فرم بسته باشه. این داخل خود صاحب فرم است. ما صاحب فرم وجود آوردیم. مثل که در تیبل اگه یادت باشه اول این داخل فرم بلنسه. در تیبل اول اگر فکر بوده باشه من این اول صاحب تیبل وجود آوردیم. باز رو رو با وجود آوردیم. بعد از باز کالم ها رو با وجود آوردیم که انت کالم یک کالم بود و دیگه کالم میشه دیگه کالم. صحیح؟ اینجا معنی کرده. حالا اول ما خود فرم با وجود آوردیم. بعد از در فرم دیگه فرم المنتار استفاده کردیم. هر چیز فرم میکنه داخلش میشه. دیگه ببین این هم دو تا تکست باکس. صحیح؟ اینجا مثلا یک تگ دیگه میگیریم برای چیز؟ برای ایمیل آدرس که در HTML فایل یا آمده خود تگ ایمیل هم آمده که بازی تفاوتاش می‌بینیم. ایمیل آدرس. ایمیل آدرس هم چی میگیریم؟ این پوتای بشه تکست میگیریم. صحیح؟ اینجا ببین ایمیل در پیش روی از آمد. ایران در کجا تایپ می‌کنیم؟ ایران در این قسمت تایپ می‌کنیم. اس سفر رو رفرش. اینو می‌بینی که پیش آمده. اینجا دیگه باز کار تیبل است که تو اینا را جور می‌کنی. صحیح؟ به این خاطر این مثالا را کار می‌کنم که تیبل به یادت بیاد. برای از اینکه معلومات ما در دیتابیس روان شود، سند شود یا سند شود به یک پیجی که بتونه این معلومات رو چک کنه، پس یک چیز رو داریم input type submit رو داریم. مثلا double quotation submit double quotation tag بسته. خب این رو سیو میکنیم یا ما submit رو میشه پایان بریم. این چه قسم پایان بریم؟ بریکت چرا پایان نمید؟ input type submit بیار باید کجا تایپ کنیم؟ بریکت در بالاست اینجا باید تایپ کنیم. اینجا باید تایپ کنیم. خب بیام در پایان از برای از که ما ولیوی از تغییر بودم یا متن نظیر از سابمیت به چی؟ به سند تبدیل کنم. چی نوشته کنم؟ سند. در کجاش سند نوشته کنم؟ اینجا؟ این نوشته بکنم ولیو مساوی دبل کوتشن سند.
صحیح نیست دبل کوتشن سیو میکنیم ولی از این صحیح نیست اگر توی اینجا تبدیل کنی رو بسن این باز بد اگر انمی element یعنی وجود نداشته باشه این با تکست باکس یعنی by default تکست باکس دیگه غلط باشه این با تکست باکس تبدیل شد یه باید با سبمیت تبدیل کنیم پس دوباره صحیح است معلومات اینجا را نوشته میکنیم معلومات سند میشه بک صفحه فعلا با خود صفحه است خوبی از input type سبمیت من میگم پیش از اینکه ما در اینجا بیایم کدام متن نوشته کنم اول خو اینجا اگر من یوزرنیم علی نوشته کنم پسوردش کسی خوانده میشه اول خو میگم پسوردش خوانده میشه صحیح چرا کام کنم پسوردش خوانده میشه با جای تکست اینجا پسورد میدم با جای تکست پسورد یک موضوع حالا اگر من اینجا نوشته کنم پسوردش به شکل ستاره این باز مربوط به براوزر میشه صحیح یک براوزر ستاره میه یک براوزر سرکل میه یک رقم این مربوط به براوزر میشه مطلب ما در اینجا چی است ما میایم در قسمت تکست قسمت یوزرنیم اینجا نوشته میکنم این برای یک چی میگیرم یک پلیس هولدر میگیرم پلیس هولدر مساوی دبل کوتشن این به نام چی نوشته میکنم یوزرنیم دبل کوتشن اونجا یوزرنیم این چیز خودی دیدید در وبسایت هست این الان که می ای پاک نمیشه ای که پاک نمیشه ای علتش چیست این مربوط براوزر میشه یعنی مربوط براوزر میشه شما با مجرد که سر اینمی تکست باکس کلیک میکنید اتومات پاک میشه ولی حالا اگر نوشته کنی علی او پاک میشه نوشته میکنی علی پاک میشه اینی پلیس هولدر میشه برای کل تکست باکس های بدیسید اینجا میشه که یوزرنیم نوشته نکنید نوشته کنی که مثل که در یاهو اینا برای چی جور میکنی اکانت تایپ یور یوزرنیم سیس این نیم شما اگر به این شکل نوشته کنید خب تر میشه خب دیگه یک چیز اضافی است یک چیز اضافی است ولی یک راهنما است دیگه سیس اینا اکثرا بازینی یوزرنیم در اینجا نمیدن سیس تکست باکس خالی میدن باز در اینجا معلوماتش میرن این دیگه میشه که برای ازیاب در اینجا اضافه کنی یا برای پسورد کنی پلیس هولدر این بسیار موضوع پرکار بود اینجا چی نوشته میکنیم تایپ یور پسورد صفحه بکشیم تایپ یور پسورد اینجا میشه که ایمیلش میدید این دیگه اینا گپای ضروری است که باید برش نوشته کنیم یا زیاد کاربرد داره خب حالا معلوماتی که ما نوشته میکنیم معلوماتی که ما نوشته کردیم یوزرنیم علی پسوردش 1 2 3 ایمیل آدرسش مثلا ali@gmail.com این با مجرد که من سند بگویم این برای کدام صفحه روان میشه index.html چطور میتونم این را چنج کنم صفحه‌شه شو باید پیش میشه سعی کنم صفحه‌ش کدش اینجا نوشته میکنیم سیس اینجا میایم در قسمت فرم نوشته میکنیم میگیم اکشن از این صفحه اکشن از این صفحه مساوی دبل کوتشن با یک صفحه به نام چک مثلا .php این صفحه دیگه با ما در php جور میکنیم روان شود یعنی اکشنش چی باشه check.php یعنی با مجرد که ما این سند گفتیم این روان شود با check.php فعلا در کجا روان میشه فعلا index.html هست ما این سیو میکنم یک کنترل اس سیو یک بار صفحه رفرش میکنم نوشته میکنم یوزرنیم علی پسورد 1 2 3 ایمیل آدرس شما مثلا ali@gmail.com ببینید اینجا را خوب متوجه بودید که سند میگید در کدام صفحه رفت check.php اینجا باید خود صفحه check.php موجود باشه این صفحه دیگه نیست این صفحه دیگه فعلا نیست این را باز جور میکنیم حالا معلومات ما که روان میشه یعنی معلومات که به اینمی صفحه check.php روان میشه این در حقیقت با دو میتود روان میشه این با دو میتود روان میشه خب او کدام میتود است یک میتود get است و دیگر میتود خب یک میتود get است و یک میتود دیگه است که او به شکل این get که است خب به شکل کلیر تکست روان میکنه ولی میتود پوست که است یک میتود get بود و دیگر میتود پوست بود میتود get معلومات به شکل کلیر تکست روان میکنه یعنی کلیر تکست چی معنی میده کلیر تکست به این معنی که اگر تو نوشته که یوزرنیم علی و پسورد مثلا 1 2 3 این به اینمی شکل برای دیتابیس روان میشه به اینمی شکل که است ولی پوست که است
به شکل یعنی انکریپت شده روان میکنه. دیتا را انکریپت میکنه، معلومات انکریپت میکنه. یعنی یوزر نیم علی را مثلا یوزر نیم رو به یک چیز تبدیل میکنه و علی را به یک چیز دیگه. این پست می پست که هست به دقت انکریپت میکنه. حالا چطور بفهمیم که مثلا گیت به کدام شکل معلومات روان میکنه و پست به کدام شکل روان میکنه؟ صحیح نیست؟ یک بار میایم برای یوزر نیم و پسورد خود یک چی میدیم، یک نام مشخص میکنیم. برای فیلد اینمی تکست باکس که یوزر نیم درش نوشته میشه، تکست باکس که پسورد نوشته میشه. مثلا میگم معلومات ما وقتی که برای صفحه مثل check.php یا صفحه دیگه که روان میشه، اینمی معلومات به شکل کلیر تکست روان شود. یعنی مثلا من اینجا آمدم نوشته کردم علی، اینجا نوشته کردم علی، پسوردش 1 2 3 ایمیل آدرسشم این چیز. صحیح نیست؟ اینجا به مجرد سند گفتم ببین این خب check.php روان شد، ولی که چی روان شد این برای ما در براوزر نشان نمیده، اینجا معلوم نمیشه. صحیح نیست؟ این ما اول مشخص میکنیم، یعنی اول یک نام مشخص میکنیم، نام معرفی میکنیم تا اینکه برای ما بگویه که من از تکست باکس یوزر نیم این چیز روان کردم، از تکست باکس پسورد این چیز، و از تکست باکس ایمیل این چیز روان کردم. حالا اینجا چی کار میکنیم؟ میم تکست باکس یوزر نیم اینپوت تایپ تکست است، پلیس هولدر و یا ماس پلیس هولدرش. اینجا چی میکنیم براش؟ یک نیم میدیم. نیم مساوی دبل کوتشن مثلا یوزر نیم هر نام میدیم. صحیح؟ نیم شد یوزر نیم. یعنی نیم یوزر نیم چی معنا میده؟ اگر وقت با مجرد که سند گفتی یعنی معلوماتی که داخل این تکست باکس است اینا ما نیم دادیم برام یوزر نیم. این د یو آر ال برام چی نشون میده؟ میگه من از یوزر نیم علی روان کردم. پسورد میگه من از پسورد 1 2 3 روان کردم. میگم ایمیل روان کردم. این تک معنا میده. خب اینجا برای پسوردشون میشه که یک نیم معرفی کنیم. این نیم کیورد است میبینید صاف میشه. خب مثلا دبل کوتشن مثلا اینجا پسورد میگه. پسورد. این نام از هر چی که میشه کنیم فرق نمیکنه. اینم سیو میکنیم کنترل اس. یک بار صفحه رو رفرش میکنیم. ببینید با مجرد که من نوشته کنم علی پسورد 1 2 3 ایمیل آدرس مثلا چیز ندارم. یا ایمیل آدرس رو نوشته میکنم که ali@gmail.com. اینجا را خوب یارو متوجه باشی رو بذارید میگیسن. دیگه گفتی سنس چی میگه؟ میگه این معلومات با check.php روان شد. از قسمت یوزر نیم علی روان شد و از قسمت پسورد 1 2 3 روان شد. علی به شکل چی اومد؟ به شکل کلیر تکست اومد دیگه. این کلیر تکست است. حالا میتود از این گت است. یعنی بای دیفالت میتود اینمی فرم ما گت است. من میتود از این چنین میکنم. میتود از این مساوی دبل کوتشن پست باشه. یعنی اگر تو میتود مشخص نمیکنی بای دیفالت میتود از این گت میباشه. انکریپت باشه کس نتونه خوانده. اونم دیگه. صفحه رو رفرش میکنیم. اینجا میاد ایمپورت بک میایم. صفحه رو رفرش میکنیم. نشون میکنیم. انکریپت جد استفاده هم کاشنه به خاطر کس نخوانده. اینجا رو داشته بشه یک این قسمت رو میبینید. این یک چیز دیده بود سایت ها. مثلا اینجا نوشته میکنم احمد پسوردش پلیس هولدر پاس میشه. یکی اوگه یکی میگه دیگه رو ahmad@yahoo.com. یه بوسن. حالا این بچه دیگه توش بیرون شد. ولی این کار شد معلومه شد. اینجا اگر سال کن. اینجا یک بار صفحه رفرش میکنیم. اینجا با جرات که من نوشته کنم A. برای چی میشه یک لیست میتونیم میگیم. آپشن میاد. در یاهو دیدی دیگه برای مثلا علی پسوردشون 1 2 3. ایمیل آدرسشون مثلا ali@yahoo.com. این کرد شد. این باید از پاسورد دیگه چیزا باید نشان خواهد بگیم. چی؟ نمی‌دونم متد انکریپت. متدی که پست است. انکریپت. پست که از انکریپت میکنه اینمی البته ما خو سر کو تا این قسمت که خواندیم تا این قسمت. اینجا رو توجه بشه در خود توتوریال HTML. تا قسمت لیست. صحیح نیست؟ تا قسمت لیست ها این ساحه. تا این ساحه کلا عناصر و المنت هایی بود که ما این با وجود می آوردیم یا در وبسایت خود این معرفی می کردیم یوزر در این تغییرات آورده نمیتونست. مثلا ببین این وبسایت در بریتیش اسکول است. اینجا نوشته شده که with HTML you can create your own website. این خوب وب دیزاینر نوشته کرده. این ما تغییرات آورده نمیتونم. صحیح نیست؟ من این تغییرات آورده نمیتونم. ولی این قسمت برای من اجازه داده شده که من یوزر هستم در تکست خود نوشته کنم سرچ کنم. صحیح؟ از این قسمت فرم بعد از اینجا یعنی برای یوزر اجازه داده میشه و بتونه مثلا معلومات خود نه معلومات انتری کنه در وبسایت ما معلومات انتری کنه. حالا اینجا معلومات انتری کرده. این معلوماتش است.
این معلوماتش که روان میشه برای پیجی که ما برش معرفی کردیم، وقتی که به پیج مثلا پیج چک دات پی روان شد، او چک دات پی این معلومات روان میکنه به دیتابیس، اونجا چک میکنه دیگه کدام جد مثلا کدام گپا رو کانکشن چک میکنه و مثلا ای که کدام کلیشن مثلا داره، کدام مثلا کاراکتر ست، کل این گپا رو در مجموع چک میکنه. خب متدش مشخص شد پست. حالا میشه که اینجا متد گت نشته کنه. خود گت با دیفالت خودش معرفی شده است، ضرورت نیست که نشته کنه. متد از گت. حالا که گت شد اینا سیو میکنیم، یک بار سفر بفرست. نشته میکنم علی پسورد یک دو سه. حالا میگم سن. پس چی میگه؟ یوزرنیم علی پسوردش رو یک دو سه. حالا دیگه متد گت شد. خب چیز دیگه که در این قسمت باید بگوییم، یک موضوع پلیس هولدر بود که او را گفتیم موضوع خیلی مهم و زیاد کاربرد داره. اینجا یک مثال گفتم my first heading h1 دیگه پایست که کجا رفتیم ما؟ در فرم می‌بینیم. خب تگ اینپوت بود، اینجا فرم و چی گرفته برای ما؟ تکس باکس گرفته، تکس گرفته. نیمش مساوی با فرست نیم. یعنی اینجا نیم گرفته باشه. این نیم به خاطر چی گرفته؟ برای اینمی که معلومات از کدام تکست باکس روان شد. کدام معلومات از کدام تکست باکس روان شد. معلومات یوزر نیم از فیلد از تکست باکس یوزر نیم پس بیار گرفته. و به همین شکل نیم از زیر لاست نیم گرفته. صحیح؟ چیز دیگه زیرا. البته تایپ دیگه یا فرم المنت یا تکست باکس دیگه. که این دو تا با وجود آمده، یکیش فرست نیم و یکیش لاست نیم. دا پسوردش هم که هست، اینجا پسورد اینپوت تایپ پسورد گرفته برای اینکه معلومات چی شود انکریپت شود. و اینجا ببین نیمش پی دبلیو دی دادن، یعنی پسورد دادن. اینجا پسورد، اینجا تو معلومات نوشته می‌کنی با این شکل میاد نشان داده میشه. خب موضوعات دیگه که زیاد کاربرد داره در وبسایت‌ها رادیو بتن است. رادیو بتن چی رو میگم؟ اگه در ویندوز بیایم ببین اینا رو چی میگن؟ نام این چیز چک باکس. اینا چک باکس است نه؟ در اینجا اگر بیم اینا چی است؟ مثلا در کستومایز بیم. خب ویندوز 8 کسی چیز نداره. خب ایو تک چیز نداره. ببینیم که اینجا مثال شاید اینا چی است؟ اینا دیدی؟ تک چیز دیدی دیگه نه؟ اینا رو چی میگن؟ رادیو بتن میگن. نام اینا رادیو بتن است. حالا رادیو بتن چه قسم به وجود میاد؟ تگ اینپوت تایپش فقط رادیو، بسیار ساده بسیار آسان. حالا نام هم برش میتونی بدی. صحیح نی؟ نام از این چی معنا میده؟ سری پیش از اینکه نام بدیم حالا یک بار رادیو بتن خودش به وجود میاد. ولیوش هم میشه که چه بده. ولیوش میل، این ولیو دیگه شما مثلا فیمیل. ولیو برش تعیین کرده. ما در وبسایت خود فعلا این چیزا رو داریم. اینجا می‌خوایم که رادیو بتن یک بار دیگه با وجود بیاد. خب اینجا یک بیار تایپ میکنم. اینجا نوشته میکنم تگ اینپوت. خب اینپوت تایپ مساوی دبل کوتشن رادیو دبل کوتشن خاص تگ هستن. اینجا سیو یک بار یک رادیو بتن خب برای ما وجود داره. یک داره. اینجا کلیک کنید انتخاب میشه. یک دونه است. از یک دونه دیگه با وجود میارم. ایرا آلتی سفر یک بار رفرش میکنم. این دو دانش. حالا سر کار. ایره کلیک کردی. اینا رو با مجرد سرزی کلیک میکنی. بعد این از انتخاب برای دیگه نه. اینجا رو متوجه بشید. این قسمت دیدیم. در اینجا قسم کار کرده که اگر توی انتخاب یک زمان یک کس آدیشن انتخاب کنه میل شود. بعد ویلیو پیدا داشتم میگن میل یا فیمیل انتخاب. اینجا باز ما گروه بندی میکنیم. متوجه هستی؟ اینجا گروه بندی میکنیم. چه قسم گروه بندی میشه؟ نام براش مشخص میکنیم. خب اول یک بار ولیو از رو مشخص میکنیم میگم ولیوی از این مساوی دبل کوتشن میل باشه. دبل کوتشن ولیوی از این مساوی دبل کوتشن مثلا فیمیل باشه. دبل کوتشن سفر یک بار سیو میکنیم. یعنی خب بله دیگه جایی یک بار سیو میکنیم. خب که چی هست ولی از چی شد؟ اینپوت تایپ اینی چیز البته در رادیو بتن دیگه اینی چیز ولیش مساوی دبل کوتشن میل و از این فیمیل گرفته. این یک چیز به وجود آمده. خب ما این به دیگه شکل به وجود میاریم. اینجا خب میبینی که میل و فیمیل ولیش این یک چیز شد.
این ولیو قیمت است که این میفهمی کدام قیمت است؟ خب یک فکر کن کدام قیمت باشه این ولیو اونمو قیمت است که در دیتابیس یا بر صفحه چک دات پی اچ پی روان میشه که ما ولیوی فیمیل روان کردم. صحیح است؟ اینی ولیویی که برای تو روان شده است فیمیل بشناسه فیمیل است. ایشم میل است. ولی در اینجا باز میل و فیمیل نوشته کرده. صحیح است؟ یعنی به شکل نوشته کرده که اینجا اینجا دیگه هیچی. اینجا باز معلوماتش نوشته کرده. میل اینجا مثلا فیمیل. این قیمت است که مثل یک ثبوت به چی میره برای صفحه چک دات پی اچ پی میره. میل فیمیل. ولی فعلا هر دوش انتخاب میشن. حالا چیکار کنیم که هر دوش انتخاب نشن؟ نه هر دوش انتخاب نشن. اینجا میم نیم برای مشخص میکنیم. نیم از این مساوی با دبل کوتشن مثلا جیوان باشه. جیوان یعنی گروپ وان. این رو میم شامل نیم مساوی دبل کوتشن مثلا جیوان. این رو شامل گروپ وان میکنیم. هر دوش یک گروپ. این که یک گروپ شد در یک زمان نمیتونیم بازاتش انتخاب کنیم. اگر گروپ‌های جدا باشه باز میشه انتخابش کنیم. سفر یک بار فلش میکنیم. این انتخاب کردیم. این انتخاب نمیکنیم. یعنی در یک زمان هر دوش نمیشه که انتخابش کنیم. باید یکش انتخاب. این رو وبسایت کار میکنه نه دیتابیس کار کرده این مثال چه کار کرده خب به یک شکل دیگه کار کرده نامایش فرق میکنه نامایش دیگه چیز دادن میل فیمیل نوشته کرده این نوشته کنه فقط اینجا نمیشه این یک چیز فقط اگه ما دقیق شوی دیگه خودش بسیار خودآموز وبسایت است چی کنیش ریاضی است خلاص مثال به متوجه باشی خودآموز است دیگه میتونی خودت که یکم که دقیق شوی خوبتر مثالش کار کنی هیچ مشکل نیست باری که داره این چی بود ای از رادیو بتن حالا چک باکس تو به وجود میاد چک باکس که کمند چک باکس وجود میاد ببینید اینجا اتریبیوت داره یک نام داره این نامش خودش چک باکس است من یه چک باکس ضرورت دارم یعنی یک چیز ما ضرورت دارم در وبسایت خود یعنی یک چیز ضرورت دارم صحیح نیست خب برای که چک باکس بسازیم اینجا میایم مثلا یک تگ چیز میگیریم یک بار یک بیار تایپ میکنیم که صفحه بسته شد یک تگ input type مساوی دبل کوتشن چک باکس دبل کوتشن صحیح نیست این سیو میکنیم یک بار صفحه را رفرش این چک باکس اینجا به وجود آمد یک چک باکس یک چند تا چک باکس رو دیگه هم جور میکنیم از یک چند تا کنترل صفحه را رفرش میکنیم یک بار یک چک باکس دو تا سه تا چهار تا آیا میشه که یارم گروپ بندی کنیم فقط اونجا نیم برش بده شامل گروپ وان این از بیشتر برای چی استفاده میشه صحیح نیست بیشتر برای چی میتونیم باز استفاده کنیم مثلا لسان ها یک نفر لسان دری هم میفهمه پشتو انگلیسی هم میفهمه ارزش تک میکنیم صحیح نیست اینجا ولیویی که برش داده شده اینی ولیویی که برش داده شده این ولیو در دیتابیس کدام معلومات روان میکنه اینی ولیو این معلومات رو روان میکنه که اینی نفر فرم خانه پوری کرده ولی دری رو میفهمه پشتو رو انگلیسی رو میفهمه برای دیگه میگه که این فقط دری و پشتو میفهمه دیگه فقط دری میفهمه اینی ولیو هایش در حقیقت صحیح نیست خب حالا ولیو برش میشه مشخص کنیم مثلا دری اینجا میایم در چک باکس 1 اینجا ولیو مساوی دبل کوتشن دری صحیح نیست برازیش ولیو مشخص میکنیم مساوی دبل کوتشن پشتو ولیو از این مساوی دبل کوتشن انگلیش و هم مثلا اردو ولیو مساوی دبل کوتشن مثلا اردو صحیح نیست دبل کوتشن این ولیوش مشخص شد حالا اینجا میشه که لیبل هم برای نوشته کنیم مثلا لیبل از نوشته کنید دری از نوشته کنید پشتو از نوشته کنید که انگلیش از نوشته کنید مثلا اردو ఇలా సేవ్ میکنیم صفحه یک بار رفرش دری پشتو انگلیش صحیح نیست اینجا دیگه گروپ بندی نمیکنیم خب میشه که گروپ بندی کنیم مثلا من میگم یک کس اگر دری انتخاب کرد پشتو رو نتونه اگر پشتو انتخاب کرد دری رو نتونه خیلی گروپ بندی به درد نمیخوره خب ضرورت میشه در وبسایت طریقش یاد بگیری ضرورت میشه چون کار نداره صحیح نیست حتما ضرورت میشه امکان نداره که ضرورت نشه این رو ما میشه گروپ بندی کنی جب بیا مثلا نیم بده برای نیم از این مساوی دبل کوتشن مثلا جی2 باشه دبل کوتشن صحیح نیم از جا مساوی دبل کوتشن جی2 باشه دبل کوتشن
اینی رو داره دیگه گروه برش میگه نیم ازی مثلا جی سی باشه گروه سی نیم ازی مثلا دبل کوتشن جی سی این تو شامل یک گروه شد و دیگه شامل دیگه گروه شد اینا رو سیر کن اگر دلیل انتخاب کردی پشتو را اردوش خب اینجا سفر یک بار رفت و یک گروه پس اردوش یک گروه پس نه این دو تا دیگه گروه خب اینا در کل گروه بندی میشه دیگه پس از اینکه این گروه این رادیو بتن است یا چک باکس است چک باکس مالتی چویس است میتونه که مالتی چویس شود اینا رو آپشن دیگه میشه واسه که بالا سر دیگه گروه پیچیده انتخاب کنی مثلا تو مجرد کلیک کنی کلش باید انتخاب شود کلش انتخاب شود سلکتال شود سلکتال شود خب اوت یک چیز در استعمال نداره که یک انتخاب کنیم به مجرد یکی انتخاب شد کلش انتخاب شود اوت یک چیز در استعمال نداریم که سلکتال شود در اینجا ببین اکشنش چی گفته برای ما اینجا اکشن برای اینجا صفحه ASP گرفته ما PHP گرفتیم اینجا صفحه ASP گرفته خب فرق نمیکنه اگر بعد از PHP میشه که باز ASP.NET شروع کنیم صحیح متدش گیت است خب PHP قوی ترین زبان است قوی ترین رسانه است بیاد بگیری ضرورت نخواهد شد که با ASP برید اینا سابمیت بتن ها است دیگه سابمیت بتن است که معلومات سند میکنه برای یک پیج سند میکنه اینا سابمیت بتن بود هیچ خوب چک باکس ها را دیدیم سابمیت بتن است که اینپوت تایپش خودی خود اکشن را تعیین کرد که در کجا داره اینپوت تایپ از این تکست و والیوش هم اینجا ببین سابمیت هم کار کرده یعنی که والیوش مشخص میشه والیوش مساوی به سابمیت والیوش هم میشه مشخص کنه این هم یک مثالش صحیح مثالش هم اینجا معلومات نشته میگین اینجا میگی سابمیت خلاص رادیو بتن اینجا اگزمپلاش است دیگه راجع به رادیو بتن و راجع به چک باکس و اینجا دراپ داون لیست که یک موضوع دراپ داون لیست که دانش کار نکرده میره کار میکنه تکس ایریا چی کار میکنه که ببین تکس ایریا را کار میکنه باز میریم تا دراپ داون لیست قسمی که از نام شما نام از تکست ایریا یعنی یک ایریایی که موضوع تکست نوشته میکنه صحیح مثلا نوشته میکنم مسیج صحیح مسیج اینجا پایان نوشته میکنم که تگ input type مساوی دبل کوتشن تکست ایریا دبل کوتشن سیو میکنیم سفر یک بار رفرش یک تکست ایریا شد تکست ایریا خب تگ تکست ایریا پیر از دیگه باید بسته شد ببین تکست ایریا پلوس تکست ایریا خب اینجا های تگ تکست ایریا پیر است که باید بسته شد باید کلوز شد پس تگ تکست ایریا را بسته میکنیم تکست داشت اینجا سیو میکنیم سفر یک بار رفت خب برای از اینکه یعنی سایز از دیره ساحی از دیره بتونیم خورده کلام کنیم چی کار میکنیم input تایپش تکست ایریا و دو خب اینجا باید تگ تکست ایریا گرفته شدیم اینجا یک تگ میگیریم برام تکست ایریا صحیح نی تگ تکست ایریا صحیح نی اینجا سیو میکنیم اینی تکست ایریا است اینا ببین ایریا از دیره میشه خورده کلام کنیم ولی فعلا این پایان آمده ایدگارم کرده خود میره خیلی یک بیار تایپ میکنیم که از جنجال از این خلاص شد این بیخی پایان آمد صحیح؟ خب حالا مسیج هم در بالا ازی بریم مسیج تو بالا ازی بریم اینجا یک بیار تایپ میکنم مسیج در بالا ازی اینجا دیگه باید کامنت تا معلومات درش میشه این میشه کامنت میشه خب برای از اینکه یک سایز ثابت برای گروه کنیم میشه که از روسپن کالسپن استفاده کنیم یعنی یک سایز ثابت برای مشخص کنیم فعلا خب یعنی ثابت به این معنی که از اون مقدار نتونیم خردش کنیم و از اون مقدار کلانش کرده بتونیم خرد نشه اینجا از چی استفاده میکنیم از روسپن و کالسپن استفاده میکنیم یک بار مثال تکسیریا رو ببین خب این قسمت تگ تکسیریا رو باز کردم تگ تکسیریا و داخل از چی گفته روز چی معنا میده روز یعنی تعداد روها یک کالم است یک روز کالم که است در کالم تعداد کاراکتر تعیین میشه تعداد حروف تعیین میشه یعنی اینی سایت اگه ببینیم سایت کو اینجا چقدر حرف تعیین نوشته کرده میتونید تا این ساحه
اینم تا حرفی که تا اینجا نوشته شد این در کالم تعیین میکنی، یعنی در اینمی شکل با عرض 20 30 100 200 کاراکتر در این ذخیره شد جای شد. در رو که از تعداد روها را تعیین میکنی، یک رو شد پایان از دیگر رو دیگر رو تعداد روها را تعیین میکنی، یک رو دو رو سه رو چند رو، ولی در کالم تعداد حروف تعیین میشه، کاراکتر تعیین میشه. هدفش رسیدی؟ خب اینجا مثالش کار کرده، مثالش میبینیم. اینجا ببین روز گفتم مساوی چند باشه؟ 10. کالمش چند گفتم؟ 30 کاراکتر گفتم. اینجا بیایم مشخص میکنیم. خب این تکسری ما مثلا کولز مساوی دبل کوتشن تعداد کاراکتر 100 کاراکتر جای داشته باشه و روز مساوی دبل کوتشن مثلا 10 دبل کوتشن. اگه میتونی یوزر. دیگه اینجا برش. سفر یک بار رفرش. این خود ثابت شد در اینجا، مثلا کامنت در فیسبوک اینا کامنت میدی از این کرده کلانش کرده میتونی، از این کرده خورتش نمیتونی، کلان میشه ولی خورت نمیشه. اینجا بیا کامنت تنشته کن. خب میشه که اینجا برازیام پلیس هولدر بگیریم، نوشته کنیم پلیس هولدر اسپیس غلط نشده، پلیس هولدر مساوی دبل کوتشن نوشته میکنیم که write your message here. صحیح نی؟ دبل کوتشن سفر اکبر بکش write your message here. یه از این قسمت پیش بریم. اینا رو باید ترتیب میکنیم دیگه، اینجا باز تیبل میگیریم، ایش کارخانگی تو باشه که این تیبل بگیره و به این شکل ترتیبش کنیم و یک هیدر هم برش اینجا در نظر بگیریم.